آقا عرض ادب خدمت شما بچه. من متوجه شدم که صدام داخل ویدیو ضبط نشه و دارم با گوشی صدا ضبط میکنم. اگه قطع و وصل شهروندتون رو بگی امروز ولی با هم دیگه فدرکیت رو کرکش کنی و بده ماته میره سراغ ویدیو. خب دوستان، شما در قدم اول می نویسی فدر کلاینت. حالا من فدر رو اشتباه نوشتم، آره، ولی حالا گوگل برامون درستش میاره. اینا سایت اول. خب روی سایت اولی کلیک میکنیم ما. خب صبر باز بشه. بعد که باز شد دانلود فور رو میزنی و برای ویندوز این دانلود فور رو بزنی خودش دانلود میکنه. حالا من از قبل دانلود کردم. خب حالا ما بازش میکنیم. خب بازش میکنیم بهتون نشون بدیم که داخلش اکانتی نداری. خب حالا میبینید که ما کنارت باز شد و میبینید که ما داخلش اکانتی نداریم. نشی یا نات سانگید خودتون میبینید. حالا ما می چیکار کنیم؟ میایم ما اینجا الکترو رو روشن، یه الکترو سرور تهران ال سی تی رو میزنیم روشن بشه. بعد که روشن شد خب شما ویندوز آر میزنید. بدید آره ویندوز آر رو میزنید و بنویسید درصد اپدیت و درصد. بعدش اوکی رو میزنیم. اوکی که زدیم اونجا نوشته فدر رو باز میکنیم. یه قسمت نشه اکانت جوسه هم چیزی، اینو پاکش میکنیم. بعد من یه فایلی قرار میدم داخل دیسکریپشن، اونو شما دانلودش بکنید و یه بخشی داره به اسم اکانت جوس، اونو اونجا داخلش کپی بگیرید و اینجا پیستش کنید. حالا ما فدر رو باز میکنیم. بچه فدر یکم طول میکشه باز بشه چون اکانت رو اضافه کردیم. من کات میکنم. خب بچه میبینید که آره میبینید که بله اکانت ما اضافه شده. میبینید آره این حالا یه بحث. حالا بعد میگید چجوری میخواد داخل سرور پلی بدیم. اینم من بهتون میگم. میید قسمت پایینی مات. خب بعد تو قسمت براوز مات کلیک میکنید. خب بعد شما تو قسمت سرچش مینویسید این گیم سویچر اکانت. آره این اولیه. این روش کلیک میکنیم. واسه نسخه 1.8.9 انتخاب میکنیمش. عدد بزنیم. خب بعد شما اینجا لانچ رو میذارید. لانچ رو میزنید و میزنید گیمتون دانلود بشه. حالا که دانلود شد و لانچ شد من براتون دوباره ویدیو رو ادامه بدم. خب بچه‌ها گیممون رو میبینیم که لانچ شد. یه لحظه صبر بدین صفحه سیاهه. خب بله لانچ شد. اول از همه برای شما منوش اینطور نیست. خب منوش در اصل برای شما اینطوریه. بذارش لود بشه. منوش برای شما متفاوته. این منوی خود فدر کلاینت هستش. حالا ما باید چیکار کنیم که اون ماده بتونی استفاده کنی؟ خیلی راحت. اینجا بغل یه چیز شبیه مربع مانند هست. حالا من روش کلیکی میکنم. این مربع رو ما یه کلیک میکنیم روش. یکم صبر بدیم تا این باز بشه. خب وقتی که باز شد میای تو قسمت این عکس تنظیماتش جنرال. حالا قسمت جنرال که باز شد یکم باید بگن دنبال اورجینال منو توگل همچی چیزی. خب بچه با بدبختی پیداش که نه اورجینال اسمش چی بود؟ اورجینال منو توگل. حالا من اسمش براتون اینجا می نویسم. اینو روشنش کنید حتما. نگاه بعد اینجا عکس خونه کلیک کنید. بعد منو اصلی ماینکرافت میاد و اون مادی که اکانت سویچر ریختیم این فلش بغل ما میزنیم. بغل ریلینپس چه اون زده این کلیک میکنیم. بعد اینجا یه اسم اکانت ما انتخاب میکنیم. اسم اکانت ماینکرافتتون. خب ما مثلا یه اسم اکانت الان گذاشتیم. بعد اد آفلاین رو میزنیم. خب بعد روش دوبار کلیک میکنیم. لاگین آفلاین رو روش ما کلیک میکنیم. وقتی که همچی گزینه زدین تموم. الان اکانتتون حالا ثبت شده داخلش و میتونید داخل سرور بشین بازی کنین راحت با افیس خوب و همه چیزش. ما برای تست رفتیم سرور رو های پیکسل.
چون میدونم سینگلش باگ خورد. حالا بزنین لاگین کنم بعد ادامهش بهتون نشون بدم. وارد سرور رو های پیکسل شدیم. خب حالا اینجا یه قسمت رکوردینگ هم داره که خیلی خوبه. حالا من به حساب رکوردینگ مثلا کلا امروز افتاد رو باگ. کلا بچه این کلاینت 2-3 سال ساخته شده. هنوز باقی اولیش داره نمیتونن درست فیکسش کنن. نمیدونم واقعا چه مرضیشه. ولی خب کلاینتی هست که الان خیلی دوست دارن امتحانش کنن دیگه برای تستش که ضرر نداره. حالا منم گوشم برای کسی که میخوان تستش کنن. که علاقه تجربه داشته باشه از این کلاینت. و بله کم بچه مینی لگم و دیگه ببخشید دیگه سیستم درست حسابی نمیکشه. آره بچه شما شیفت سمت راست که میزنه همچی گزینه‌ای میاد به خاطر اینکه ماد ریختی میطوریه. بعد قسمت اسک بیایم به فدر ستینگ و باز اینجا فدر ستینگ. اینجا مادای خود فدر کلاینت براتون بالا میاد. این چیشی اومد. آره دوباره فدر ستینگ رو میزنیم. این ماداشه. ماد انیمیشن حتما روشن کنین برای بریز زدن خیلی به کارتون میاد. حالا میتونید دل بخواید. حالا ما باز میایم پایینتر برایتنس هم میتونین روشن کنین. دیدم به بازی نور اضافه میکنه. خیلی بازی روشن میکنه خوبه. و کلی ماد داره. کلا ماده خیلی خوبی داره. حتی ماد وایس چت هم داره که اصلا میتونیم حرف بزنیم. اصلا کسایی که با فدر باشن میتونن با هم حرف بزنن. واقعا خوبه. خیلی ماد خوبیه. و ماد این قسمت دیسکون اصلا میتونیم مخفی کنین. اصلا دارید چیشی پلی میده. اصلا وقتی مخفیش کنین اصلا میزنه پلی این ماینکرافت. روشنش هم کنین نوشته اصلا پلی این فدر کلاینت. خیلی جالبه چیز میذاش. و از همین دیگه میتونید خودتون بقیه‌شو. خب بچه‌ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید و حتما کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و اگه دوستش دارید دوستانتون حتما بفرستید. واجد زحمت یا علی.